این روزها خداوند متعال اینها رو میخواد رسوا بکنه. یکی از اینها رو میدیدم که همین روزها میگفت آقا بچه‌هاتون رو نفرستید برای تعلیم قرآن کریم. حاجی بابا ما امروز امکانیت داریم که بچه‌هامون فرزندامون چچنستان یا داغستان یا مصر یا ترکیه یا دولت‌های عرب برای تحصیل علم اسلامی روان کنیم. همین امکانیت ما پیدا کردگیم. مقصد شما در همین مسئله چی مصلحت من میتین؟ یعنی مقصد اونا که کدام دولت بروند، کدام مقصد از همین بین همین دولت ها کدامش انتخاب کنیم که مقصد بهتر خوبتر است. در جواب این سوال شما من این را گفتنیم که شما فرزنداتون بر این دولت هایی که نام گرفتین روان نکنید. فرزنداتون با این ملک هایی که نام گرفتین روان نکنید. بچه‌هاتون رو نفرستید به کشورهای فلان و فلان که قرآن یاد بگیرن که اینها میرن گمراه میشن، اینها میرن از مذهب به دور میشن. اینها این آقا رو من میشناسم، چون یک مدت زمانی همسایه ما بود در پاکستان. من نتونست درس بخونه و به هر حال پدرش وفات کرد بنده خدا و مجبور شد به خاطر همون بدعت و به اصطلاح ذلتی که برای خودشون خریده بودن و کمر خم کرده بودن در مقابل بدعت‌های مرده پرستی، بعد از به اصطلاح مجبور شدن درس و تعلیمشون رو رها کنند و برند به اصطلاح امروز بشن یک جاهلی که بوق به اصطلاح خرمگس تاجیکستان شده باشه. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. عزیزان، خداوند متعال این دین رو فرستاده. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن رو فرستادیم و ما حافظ این قرآن هستیم. این قرآن رو خداوند متعال حفظش میکنه. با حفظ قرآن، با حفظ علما، با حفظ حافظان قرآن، با اینی که این شوق رو در دل میگذاره. ببینید ما در یه مرحله از زمان در تاجیکستان به خصوص در اونجا یک هجوم بسیار شدیدی بود برای اینی که مسلمان ها رو کمونیست بکنن. اومدن برخی از علما برای حفظ هویت انسان مسلمون اومدن حافظ بودن رو رواج دادن که بچه ها برن حفظ قرآن بکنن. حفظ قرآن میکنن بچه ها تا یک شخصیت معیاری کسب بکنن. اون شخصیت اینطوری هست که بچه‌ای که اسمش بود محمود از امروز به بعد اسمش میشه حافظ محمود، برای اینکه قرآن کریم رو حفظ کرده. چون که حافظ محمود هست، به هیبت قرآن و به عزت و کرامتی که قرآن در میان مردم داره، مردم براش جایگاه خاصی، احترام خاصی قائل هستند و این قرآن به مردم یاد میده. این دیگه از حرام و از زشتی ها و از همه اینها مجبوراً با شخصیت اعتباریش حفظ میشه و به این صورت تلاش خانواده ها بود برای حفظ هویت این ملت ها. بعد از اون ما یک مرحله رو در تاجیکستان در سالهای 90 سپری کردیم که در اون کمونیست ها اومدن و مسلمان ها رو قتل عام کردن، علما رو کشتن. در این قحط سال علما برخی از افراد تازه به دوران رسیده جاهل که حکومت اونها رو ساخته بود، اینها پروپا پیدا کردند و اسمای ایشان و سید و نمیدونم فلان و علان یدک کشیدند و شدند به اصطلاح سرآمد رسانه‌ای مردم و مردم بیچاره هم فکر می‌کردن اینها عالم هستند. این روزها خداوند متعال اینها رو میخواد رسوا بکنه. یکی از اینها رو میدیدم که همین روزها میگفت آقا بچه‌هاتون رو نفرستید برای تعلیم قرآن کریم، بچه‌هاتون رو نفرستید به کشورهای فلان و فلان که قرآن یاد بگیرن که اینها میرن گمراه میشن، اینها میرن از مذهب به دور میشن. اینها این آقا رو من میشناسم، چون یک مدت زمانی همسایه ما بود در پاکستان. من نتونست درس بخونه و به هر حال پدرش وفات کرد بنده خدا و مجبور شد به خاطر همون بدعت و به اصطلاح ذلتی که برای خودشون خریده بودن و کمر خم کرده بودن در مقابل بدعت‌های مرده پرستی، بعد از به اصطلاح مجبور شدن درس و تعلیمشون رو رها کنند و برند به اصطلاح امروز بشن یک جاهلی که بوق به اصطلاح خرمگس تاجیکستان شده باشه. ببینید عزیزان، اینها از چی میترسن؟
چرا اینها میترسند از اینی که انسان تاجیک، جوون تاجیک، پدر تاجیک، مادر مؤمن تاجیک فرزندش رو بفرسته حافظ قرآن، بفرسته به ترکیه، بفرسته به مصر، بفرسته به پاکستان، بفرسته به افغانستان، بفرسته به کشورهای عربی، بفرسته به هر جای دنیایی که هنوز روزه های امیدی هست و هنوز مراکز آموزشی و تربیتی هست. در تاجیکستانی که دروازه فتح تمام جمهوریات بود، همه جمهوریات دینشون رو از تاجیکستان یاد گرفتن. همه علمای ازبک و ترکمن و قرقیز و قزاق و روس قدیم تاجیکی بلد بودن، توی تاجیکستان درس خونده بودن. همه این مراکز علمی که زیر خاک بود، زیر زمین بود، همه اینها رو تجفیف کردن. این طاغوت‌های ستمگری که امروز هستن با دین، این کمونیست‌ها و این ملاهای کمونیست، ملاهایی که با شکل و قیافه هستند و خدمت این نظام کمونیستی رو میکنند، اینها تلاش دارند که چی؟ که قرآن رو حذف کنند. اینها از این وحشت دارند که این جوانهای تاجیک که الان حافظ قرآن هستند، حافظ سنت هستند، الان اومدن درس یاد گرفتن در کشورهای مختلف، علم یاد گرفتن، اینها اومدن میان و جایی برای این افراد پوچ، افرادی که به اصطلاح نظامهای تو خالی اونها رو باد کردن و برایشون القاب تراشیدن دیگه نخواهد بود. اینها از آینده بیم دارن، از این بیم دارن که یک جوونی وقتی میاد این حرفی میزنه میگه آقا مستندت از قرآن و سنت رسول الله چیست؟ وقتی میاد یه حرفی میزنه و به دروغ اون رو به مذهب امام ابو حنیفه میگه، این جوون بلند میشه میگه آقا حافظ کل تا میراث ابو حنیفه منم. از کجا این حرف رو داری میزنی؟ اینهایی که به دروغ خودشون رو حامیان مذهب امام ابو حنیفه، مذهب امام ابو حنیفه اولین مذهب فقهی سلف است. کسی ثابت نمیتونه از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که گفته باشه در هر قول ما شما تابعداری مرا بکنید. به صراحتا قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که با کسی جایز نیست که با قول ما فتوا بده تا وقتی که معلوم نکنه که از کدام جای ما گرفته امام قول. بیا ولی تو بگو که حنفی تو سیام هستم، در مذهب تو داخل استی یا من داخل هستم، در مذهب تو داخل نیستی. ام قرآن و حدیث ترک کردی برش پشت دور دادی، نعوذ بالله. و ام سخن امامی تا که تو برش میگی من تقلیدش میکنم، ام سخنم نمیپذیر. چرا امام ابو حنیفه رحمت الله نمیگه اذا صح حدیث فهو مذهبی؟ حدیثی صحیح اگر ثابت شود اون مذهب ماست، امون رای ماست. کسی ثابت بکنه که یک امام مردم گفته باشه که پشتی سری ما بیاید، هر چیزی که من میگم شما بیاید. نه، میگه تا وقتی که سخن ما در مقابل قرآن و حدیث در تضاد واقع شد، سخن ما را در کجا بزنی؟ در دیوال بزنی. خیر بس دین خوی نمیره. میگه بی به کتاب الله و سنت رسول الله رجوع کنیم، یک اختلاف باقی نمیمونه. با الله قسم دست اینجا میگیریم یا در زیر ناف بگیریم. ما تو امروز فیصله نمیتونیم که این حدیث قوی است یا این حدیث قوی است. این فیصله در روز زمان شده. محدثین امو زمان روایت تحلیل میکنه، بعد از فیصله میکنه که کدام روایت قوی است. بریم دیگه به انصاف تو را به الله قسم عالم هم هستی. کتابای حدیثه خوب امیتور بدون تعصب کلش مطالعه بکو که کدام حدیث قوی است. رفع الیدین قوی است یا ترک رفع الیدین. با وصف کی مسائل هست که نماز میشه اگر کسی رفع الیدین میکنه گپ دستر افضل و عدم افضل است. دست اینجا بسته میکنی یا اینجا بسته میکنی، امین بزرگ میگی بگوی یا خفیه میگی. این مسائلی است که در نماز کسی خلل نمیه، اما کسی که پشت افضل میگرده یقینا انصاف داره. ما به خاطری در اینجا دست نمیگیرم که قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مورد نیست. قول محمد رسول الله خود این مورد است. قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست، قول محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قول محمد رسول الله تو مامور استی از جانب الله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خب گاهی در یک جای نگفته که اطیعوا چیست؟ ابا حنیفه در کدام جای ثابت کرده میتون؟ در کجا گفته؟ مردم باز میگه مولوی صاحب دمی مذهب چسبیده در بدر کرده ما را. نکاح شافعی را با حنفی امی علما نگفته حرام، نماز در پشت یکی دیگهش نمیخوانه. تا امروز امی موضوع نیست، امی افتراق نیست. برو در کتابای نعوذ بالله لعن به امام شافعی رحمت الله علیه وجود نیست. امیر نوشته نکرده که میگه پیغمبر فرموده که در امت ما کسی پیدا میشه که نامش محمد ابن ادریس است، او از اولاد ابلیس است، نعوذ بالله. خب بگو در اینطور شخصیت ها تو بنابر تعصب مذهبی اینطور خرافات، اینطور نعوذ بالله طعن و لعن میگی، این کدام دین است؟
فقط دشمنی با سنت رسول الله داره. تمام تلاشتان برای خاطر است که سنت رسول الله عمل نشود. چی دلیل میگیرن؟ اینجا کلگی در مذهب احناف است دیگه. ما مذهب احناف، کدام مذهب احناف؟ مذهب حنفی چیست؟ تراشتی تا بگو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی توصیه کرده؟ حنفی خو مستم تو نیستی. چی رقم مذهب احناف است؟ اگر گپ از مذهب میزنی اصل حنفی مستم. ما به توصیه از او عمل کرده او تو نیستی. چرا میگی؟ من احترام به کلی نظریات دارم اما من عالم هستم. ما چطور حدیثی رفع الیدین با صدها حدیث برای رفع الیدین و یک حدیث برای ترک رفع الیدین بکنم؟ ما چطور قناعت کنم عالم و مستم تحقیقم کردن که من همیشه عمل به مفضول بکنم به افضل عمل نکنم؟ الله از پیش احسن عمل طلب کرده. ما چرا یک سنت قبول کنم دیگه سنت رد کنم؟ امکان داره؟ نداره. اولین مذهب و قوی ترین مذهبی که در این مناطق جا پیدا کرده در مذهب امام ابو حنیفه، این بدعت ها و این خرافات و این قبر پرستی ها و این فروش قرآن و این دبدبه و کبکبه‌ای که برای خودشون درست کردن و چاپیدن ملت ها نیست. اما اینها دارن جامعه رو میدوشن، دارن دزدی میکنن، ملت رو به غارت میبرن، به نام نیکوی امام ابو حنیفه تجارت میکنن. این افراد از آینده خودشون میترسن. این نظام پوشالی در حال رفتن هست. ما دیگه چند ماه دیگه بعد در تاجیکستان این کمونیست ها رو نخواهیم داشت. پس عزیزان ببین برحذر باشید از اینی که بیان و بگن آقا بله شما از ما پرسیدید و ما دوستدار شما هستیم، از شما تشکر میکنم که از من، تو کی هستی که مردم از تو بپرسن؟ آدم جاهل. وقتی که شما در ما اعتقاد میکنین، از ما سوال میکنین، من منتداری خدمت بگیم برای پدر و برای مادرها البته به البته رسانیدنیه. خدا برکتتون کنه. پس عزیزان ببین برحذر باشید از اینی که بیان و بگن آقا بله شما از ما پرسیدید و ما دوستدار شما هستیم، از شما تشکر میکنم که از من، تو کی هستی که مردم از تو بپرسن؟ آدم جاهل، آدم دشمن قرآن و رسول، دشمن دین الله. تو میایی به جامعه میگی که تو بچه‌هاتون رو نفرستید برای قرآن، تو میایی به جامعه میگی که بچه‌هاتون رو نفرستید برای تعلیم دین، تو میایی به جامعه میگی که بچه‌هاتون رو بذارید زیر تو چکمه‌های همین کمونیست ها له بشن. بعد میایی و این خدایی که برای خودت انتخاب کردی این رو مدح و ثنا میکنی، این طاغوت مجرم جنایتکار رو. که نمی 2 سال یافت خدا برکت این رهبر دولت. پس عزیزان مواظب باشید که حرفهای چرند این انسانهای خودباخته، این ظالمها، این طاغوت پرستان ما رو تحت شعاع خودش قرار ندن. این دین الله هست. همیشه بفهمید که دین رو از کی میگید. همیشه نگاه کنید. بچه‌هاتون رو میفرستید جایی برید ببینید اون مراکزی که میفرستید بفرستید پیش مراکزی، پیش علمای سرشناس، اونهایی که میدونید که خدای نکرده بچه‌هاتون منحرف نشن اما آینده رو حفظ بکنید. اونهایی که فکر میکنند از تاجیکستان میتونند اسلام رو ریشه کن کنند، اونها بسیار ابلهان نادان بیشعوری هستند. اونها از تاریخ چیزی نمیدونند. کاخ کرملین 70 سال آزگار با اون خرسش، با اون داسش میزد توی عمق تاجیکستان. 70 سال اینها اومدن تاجیک رو خونه به خونه اومدن مسخش بکنن. بعد از 70 سال همین گامهای سترگ مجاهدان تاجیک بود که اینها رو زد بیرون انداخت. ما الان یه مرحله انتقالی رو، بله مجاهدین تاجیک در اون مرحله تجربه نداشتن اما ایمان سترگ ملت تاجیک همچنان هست و این ملت شکست ناپذیر هست. این ملت ملتی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به اینها مژده میده، به ما امت مژده میده که اگر این دین در ثریا باشه مردانی از این قوم به اون میرسن. این ملت هست. این سرزمین خراسان سرزمین ایمان هست و سرزمین ایمان خواهد بود. این کمونیست های بدبخت چند سال در اینجا زحمت کشیدن، چه به بار آوردن تا به امروز در زیر کوچه، در زیر چاها، توی خونه ها، در باغ ها، در زیر درختان جوون ها، بچه های 2 ساله 3 ساله 4 ساله
تاجیک هستن که دارن لا اله الا الله رو با خودشون تکرار میکنن. امروز ببینید این ملت در حال بیداری است. ملت تاجیک هر جای دنیا که رفته دینش رو حفظ کرده. اون وقت این خرمگسان کمونیست در تاجیکستان فکر میکنن که میتونن این باز کاهنان این طاغوتیان میتونن جلوی این دین و این ملت رو بگیرن؟ هرگز. قسم به الله متعال که فردای ایمان رو من در تاجیکستان میبینم، فردای ایمانی که خبری از کمونیست ها در اونجا نخواهد بود، خبری از این کاهنان و جادوگران این طاغوت و خرمگس تاجیکستان نخواهد بود. این ملت ملت مؤمن هست، این ملت شکست ناپذیر، ملتی که با الله عهد و پیمان بسته که باید ایمان رو در اینجا بسازه، ملتی که از اینجاست. از تاجیکستان مسکو فتح خواهد شد، از تاجیکستان همه جمهوریات بار دیگر ایمان رو خواهند آموخت. اینها فرزندان امام بخاری و امام ترمذی هستند. ای جاهلان ابله، اینها فرزندان کرملین و گورباچوف نیستند، فرزندان لنین نیستند. اینها بر ملت ابراهیم خلیل هستند، اینها بر ملت محمد، بر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. خلاصه هر کسی که میخواد اسلام رو از تاجیکستان حذف کنه، اون یک بیچاره‌ای هست که تیشه به ریشه خود میزنه و در واقع داره گور خودش رو میکنه. تاجیکستان سرزمین ایمان بوده، خواهد بود و هست.